واکسن این نجات می‌دهد. واکسن یعنی که یک داروی هست که یک ساله ما رو از تمام کسال‌های ویروس‌ها گریپ و آن کووید 19 رهایی می‌یابد. هرچند در تاجیکستان این گونه عقیده زیاد است ولی مخالفان گرفتن واکسن ضد کووید 19 زیادترند و دلیل‌های عجیب و غریب هم می‌آورند. مثل این مرد که به خبرنگار رادیو آزادی گفت جرغات بخورید بهتر از واکسن است. من باشد من واکسن بکول نمیکنم. так что тонен спорт заниматься کنین. тонен چیزی با قوت خورین. چیزی دهقانی خورین. در تاکسی و نقلیات عمومی بعضی‌ها همان بافته‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی را دلیل می‌آورند که واکسن انسان را به زور یاد می‌کند. برای همین نباید گرفت. برای تشویق اهالی وزیر تندرستی تاجیکستان هم خودش واکسن گرفت ولی ترس همانو برجاست که مردم زیاد به بیمارستان‌ها نمی‌روند و واکسن نمی‌گیرند. با گسترش سرایت کرونا ویروس و مرگ و میر از آن حالا مقامات طبیبان را حتی به مسجدها می‌فرستند که بعد از نماز جمعه مردم را مجبوری واکسن نزنند، کاری که به گفته حقوقدانان غیر قانونی است. در تاجیکستان 9 میلیون نفری به گفته وزارت تندرستی تاکنون بیشتر از نیم میلیون نفر واکسن گرفتند. بیماری کووید 19 که حالا نوع دلتای آن هم در کشور خروج کرده است از ماه اپریل تا روز 2 ایول بیشتر از 15,000 نفر را بیمار کرده 121 نفر را کشته است. آماری رسمی که بسیاری ها به آن شبهه دارند. ترس از واکسن خاص مردم تاجیکستان است و در تمام کشورهای آسیای مرکزی هراس از واکسن وجود دارد. در ازبکستان همسایه اساساً واکسن ZF اوزواک 2001 استفاده می شود که آفریده چین و ازبکستان است. سپوتنیک وی و استرازینیکا نیز میزنند. از بس که دارو و دیگر محصولات چین در منطقه آبروی زیاده ندارد، مردم ازبکستان از واکسن های چینی میگریزند و به گفته طبیبان حق نیز دارند. قرار است به زودی استحصال واکسن دیگری داخلی به راه مانده شود. Hozircha Xitoy o'zbek vaksinasi haqida لطفاً بگویید که این واکسن را در کدام مؤسسه ازبکستان ساختند. به غیر از ما آن را کی استفاده می‌کند؟ برای کدام نوع ویروس کارگر است؟ آیا با اصول تکراری آزمایش شده است و عالمان کدام کشور در آفریدن آن نقش داشتند؟ marhamat shu ma'lumotlarni beringlar, keyin emlashingizni o'tkazaveringlar. در ازبکستان تا کنون از راه زوری‌وزاری تقریباً 7 میلیون نفر از اهالی بیشتر از 38 میلیون نفری را واکسن زدند. در قزاقستان همسایه با ازبکستان هم احوال چنین است. در اینجا مردم اکثرا واکسن روسی سپوتنیک وی میگیرند و واکسن کاسکووید این را که عالمان قزاق آفریدند. من فکر میکنم نباید مردم را مجبور نمایند که واکسن بگیرند. باید انتخاب باشد. این واکسنه ها درست آزمایش نشدند. مقامات ما شتابکاری میکنند. در این کشور تا حال بیشتر از 5 میلیون و 200 هزار نفر واکسن گرفتند. اهالی قزاقستان 19 میلیون نفر است. در قزاقستان گروه از مخالفان واکسن زنی که به صفت واکسن روسی و داخلی شبهه دارند، یک روز معاون وزیر تندرستی را هم زدند. در قرقیزستان همسایه که کرونا ویروس روزهای سیاهی را به سر مردم آورد، تا حال این کشورهای دیگر منطقه هراس از امکانی ضد کووید 19 وجود دارد و بعضی از بیانیه‌های بحث برانگیز مقامات شبهه درباره واکسن زنی را زیادتر کرده است. واکسن دیگه بول برینچی جانی واکسن داروی نو است. حالا کسی نمیداند که آن سبب بیزوریاتی می شود یا نه. این مسئله تحقیق نشده است چون واکسن را فقط 8 ماه پیش ساختند. در این باره پس از 10 سال می توان صحبت کرد. در قرقیزستان 6 میلیون نفری تا کنون بیش از نیم میلیون نفر واکسن گرفتند. در ترکمنستان به گفته مقامات تا حال کسی به کووید 19 گرفتار نشده است، هرچند کسی به این گفته باور ندارد. بنابر گزارش بخش ترکمنی رادیو آزادی، برعکس مردم از گسترش وسیع بیماری و مرگ و میر از آن صحبت میکنند. عین زمان در این کشور 6 میلیون نفری مردم کلانسال را مجبور میکنند واکسن بگیرند. سازمان جهانی بهداشت میگوید ممکن است موج نوی دیگری بیماری در جهان در پیش باشد و برای همین واکسن زنی بهترین راه پیشگیری از تلف یافتن مردم است. عین زمان توصیه این است که مردم را هرچی بیشتر از راه تشویق و ترغیب به گرفتن واکسن مایل کنند، نه زوری، که در آسیای مرکزی با اهالی بیشتر از 70 میلیون نفری زیاد دیده می شود.